بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیزم. آرزو دارم که روز و روزگارتان به میل دلتان سپری شود و تشکری میکنم از اینکه همیشه بیننده برنامه ما هستین. آرزو دارم که برنامه ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. خوشبختانه که ما امروز به یکی از مکاتب خصوصی آمدیم. البته که مکاتب خصوصی هم دختر خانما ادامه تحصیل خود داره، هم آقایان. خوشبختانه که خیاطی هم است، سواد آموزی هم است، فن بیان هم است و ناگفته نبانه که بخشای مختلف دختر خانما استادا زحمت میکشن. البته که میپرسیم چند سال میشه که مکتب خصوصی فعالیت داره و بیشتر در کدام موارد اینا فعالیت های خود دارن. البته که مکتب متوسطه است تا صنف 9 شاگردا ممتاز چندین بار فارغ شده هستند. خوشبختانه که ما با مسئول این مکتب خصوصی هستیم که استادم در موردشان من معلومات دارم و پرسیدم که ماشاءالله یکی از استادای برجسته معرف کشور ما هستند که البته تا دکترا را تحصیلات عالی دارن. خیلی خوشحال هستیم که امروز با یکی از مکاتب خصوصی هستیم و همراه استادان صحبت میکنیم، همراه شاگردای ممتاز هم صحبت میکنیم، همراه دختر خانم هم صحبت میکنیم و میپرسیم که در حکومت امارات اسلامی افغانستان زمینه تدریس چگونه است، شاگردا مفیده که باید به مکتب خصوصی پرداخت کنند، توانش داره، چقدر مسئولین این مکتب خصوصی بالای شاگردا راجع به فیسشان مراعات میکنن، آیا کنم تخفیف دارن ندارن، به افراد مستحق، افراد بی‌وضاحت، معلولین، خانواده شهدا از یام پرسان میکنیم. شما بیننده برنامه ما باشین. استاد محترم در قدم نخست خیلی سپاسگزار هستیم از اینکه وقت گذاشتین. قربان شما، تشکر، لطف کردید، خوش آمدید به مکتب ما. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت گذاشتین. استاد در قدم نخست میخوایم که از زبان خودتان یک بار خودم معرفی کنین برای ما. زنده باشی. پوانیار عبدالرب خطاب هستم. قسم که شما پیشتر گفتین لله الحمد در رشته تحصیلات عالی 12 سال در پانتون کابل تدریس کردیم و بعد از آمدیم تو به مکاتب دولتی و شخصی کار کردیم. در مقطع دکترا در هند دفاع کردیم و ادامه هم داده میرم. فعلا هم درس میخوانم، چندین تزیس نوشته کردیم و فعلا هم یک کتاب جدید به نام کرونولوژی تاریخی که در جهان امروزی نو است، تقریبا در غرب است، در شرق نو است، این هم زیر کار دارم نوشته میکنم. و خوشبختانه مکاتب خصوصی ترون که همین 3 مکتب که هست هر سهش مربوط ما میشه، همین تیم ما رهبریش میکنه دیگه. ما مصدر خدمت هستیم، خدمت میکنیم فعلا. استاد ماشاءالله شما سرمایه گذاری خیلی خوب کردین، در صورتی که دختر خانمان میتونن بالاتر از صنف 6 به مکاتب ادامه بدن و ادامه تحصیل خود داشته باشن. در قدم نخست شما گفتین که 12 سال استاد پانتون کابل بودین. کمی در مورد تجارب تحصیلتان برای ما بگوین که از کجا شروع کردین و چند سال میشه که به صفت استاد آموزگار هستین. تشکر جناب. ما از سال 1366 به حیث معلم مقرر شدیم. در اوایل به لیسه نادریه ما را به حیث کارآموز مقرر کردن و بعد از او به پانتون استاد ربانی رفتیم به حیث استاد و بعد از باز نظر به لزومدید دولت ما را به حیث استاد پانتون کابل مقرر کردن و همه تو تبدیل رفتیم به ولایت کاپیسا و پانتون البرونی تدریس کردیم و پانتون قندهار تدریس کردیم یک مدت و در چوکیه دیگه حکومتی کار کردیم. یکی از تجربه خوب ما که است که ما میخوایم که بیننده ها شریک کنم همین که درس هیچ وقت جای خود گم نمیکنه. هر حکومت بیایه، هر رژیمی که بیایه به کسای ضرورت داره که چیز فهم هستن. ما بزرگترین تجربه ما همیست که خوشی زیاد ما همیست که ما خواندم و ازش امروز استفاده میکنم. مثل دیگه مردم بند نماندیم فضل خدا، از علم خدا الان استفاده میکنم. استاد شما گفتین 3 مکتب خصوصی است، میشه که بگین در کدام نقطه از کابل است و در ولایت هم است و در ضمن کدام مضامین شما درس میتین؟ خیاطی هم است، کدام بنیاد خیری هم گفتن دارین؟ اگر کمی در مورد از این صحبت کنین. 3 مکتب ما که است ارسش دمی حوزه 7 است. ما میخوایم سیستم زنجیره‌ای جور کنم، یعنی در مجموع خواهش ما همیست از تیم ما
که ما بخوایم کمپلکس تعلیمی جور کنیم که از صنف اول شاگرد که ما درس بخوانه و همه تا مقطع لیسانس که ما کار کنن. خب طول به او هدف خود نایل نشدیم، اما مکاتب جور کردیم. میخوایم مکاتب خرد ریزی که دوستای ما که جور کردن، یعنی اونا که از تعلیم دور هستن، خودشان اصلا در رشته تعلیم تربیت کار نکن، مکتب جور کردن. میگم دامنه از اینا جمع شود، کسایی که درس خوانده اینا مدیریت کن، کار کن. در مکتب ما کنار مضامین معارف 3 مضمون تقویتی ما اینجا تدریس میکنیم: ساینس تقویتی، انگلیسی تقویتی و کامپیوتر. و دختر خانمایی که از درس دور ماندن چون زمینه هیچ مساعد نبود برشان، از صنف 7 و بالا را اجازه نمیتن که درس بخوانند دخترکا، به این خاطر برزی کورسای خیاطی جور کردیم. بعد از ظهر درس میخوانند، کورسای قرآن عظیم الشان است و مضامین دیگه که پسمان هستن میخواین درس بخوان، اینجا برشان زمینه رو مساعد کردیم. خصوصا در بخش خیاطی، ما در بخش خیاطی با بدون فیس برشان زمینه رو مساعد کردیم، حتی برشان جایزه ماندیم. کسی که موفق شوه از امتحان ما برای، شاید شما شاهد باشین، بخیر یک چند روز بعد فراغت شانس برزنا ماشین خیاطی ها میتونم تکا میتونم که در آینده خودشان دست به جیب خودشان کار کنن. فعلا که نما قصد ما میکنیم، اگر دوستا کمک کنن شاید از بالاتر مرشان جور کنیم ان شاء الله العزیز. استاد زیرا برای ما بگین که چند تا استاد 3 مکتب خصوصی دارن، از دختر خانمام استاد هستن، شاگردا را درس میتن؟ بله، از ما استادای ما کلش دختر هستن، چون دیگه زمینه کار برشون مساعد نیست. با آقایان خوب از بازم است، میشه اقلا در بازار کار کن. اما از ما در این مکتب که شما امروز هستیم، در تقریبا در 2 تایم، یعنی در کورس در مکتب قریب 30 چند نفر، 33 یا 34 نفر کارمند هستن، کلش دختر خانماست کار میکنه. در مکتب دیگه ما 18 نفر دختر خانماست کار میکنه. در یک مکتب که دیگه ما که بیخی نوستک او تقریبا 13 نفر کارمند دارن، کلشون دختر است. استاد یک سوالی که به ذهن بیننده های ما شاید خطور کنه، چی باعث شد که سرمایه گذاری کنین بالای مکاتب تا بتانه نسل آینده ما، ای جوانای نوجوانای ما یک روز آینده افغانستان رقم بزنن و اینا بتانن مظهر خدمت به کشور شوند؟ چی انگیزه باعث شد برای شما؟ ما یکی از فرمودهای حضرت عمر صاحب است که میگه بیاموز تا مختانده بتونی. و ما همیشه با بچه ها میگم، با کارمندان میگم شما لطفا بخوانین که چیز کار کرده بتونین. من میگم اگه افغانستان کس نجات داده میتونیم طبقه باسوادش است و خصوصا با عنوان باسواد. یک مادر باسواد مساوی میشه به یک خانواده باسواد و یک خانواده باسواد مساوی میشه به یک کشور باسواد و با یک جامعه مرفه و سربلند. به این خاطر ما زیاتر سرمایه گذاری میکنیم سر این دختر خانم‌ها و اطفال ما که وطن جور کنن. استاد کمی در مورد بنیاد خیریتان برای ما بگوین. این بنیاد چه وقت تأسیس شده؟ آیا ثبت وزارت اقتصاد است و چی فعالیت ها را دارین در این بنیاد؟ خطاب فاندیشن که است، بنیاد خیری خطاب که است، جدید تاسیس است، تقریبا 3 سال است تاسیس میشه و 1 سال میشه که ریاستش به ما رسیده. ما ریاستش پیش میبرم. ثبت در حکومت قبلی کارش یک نظر پیش رفته بود، اما امارت اسلامی افغانستان تا بال جواز نو به کس نداده و نمیتونم فکر کنم تا یک مدت توقیف است. و ما همین خدمات بنیاد خود از طریق نهاد خود میکنیم. نهاد ما ثبت است در وزارت تجارت هم است، در وزارت زراعت، ببخشید وزارت صنعت هم است. ما اونجا جواز داریم که بنیاد خیر، بنیاد انجمن امانگی جوانان مخلص وطن که از ما است. ما از طریق از آن به مردم همکاری میکنیم، کمک خود ادامه میدیم ان شاء الله. استاد چگونه است؟ مصارف استادا پوره میشه؟ شاگردا چگونه است؟ آیا فیس پوره کردن میتونن؟ توان پرداخت فیس دارن؟ والله اینمی سوال از من کرد، از مدیریت مالی کنی بسیار خوب است. خب من جوابش بازم میتونم. استادای ما خیلی مردمای خوب هستن، خدا شاید سال سالای میشنون. شاگردای ما خوب مردم است. شاگردا فیس بسیار کم میارن، یعنی فکر کن یک فیس ناچیز یک تعداد خوب فریست، اما تعداد کاست ما بسیار ناچیز است. اما استادای مردمای قانع هستند، یک فیس بسیار کم که ما کار میکن، فضل خدا پوره میکنیمش. برنامه‌های بعدیتان به خاطر خیاطی گفتین چگونه است؟ باید چگونه دختر خانم‌ها به خصوص خانواده‌ای که سرپرست ندارن کار کردن میتونن در بخش خیاطی شما برشان زمینه را مساعد ساختین؟ برنامه‌تان در این قسمت چیست؟ خدا یک توفیق بده. ما
فقط فکر کنم در تاریخ 10 اقرب انشالله که پروگرام اولی ما ختم میشه، کورس اولی خیاطی فارغ میشن بخیر و بعد از او دور دومش آغاز میکنیم، ثبت نام میکنیم. این کورس ها کاملا رایگان است. دوستای ما که در خارج است از نا خواهش میکنم که دیگه هم کمک کنن، قبلا میکن عالم دیگه هم کمک کنن، خصوصا خانواده خودمان که در خارج است اونا یک اندازه کمک کردن، ازشان تشکری میکنم. خصوصا کاکای بزرگوار ما که یک مقدار زیاد پول در خدمت ما قرار داد که برشان ماشین خیاطی خریدم، تکه خریدم و وسایل برشان خریدیم. از نا خواهش میکنم که با دیگه وطندارای ما در جریان بگذاریم گپه و ما را بتونیم ادامه بدیم. ادامه که با دست خالی نمیشه. اینا وقتی کونا کمک کن سپورت کن، من اینجا میتونم که بر از نا کار کنم و ان شاء الله پروگرام بعدی را هم با سر دختر خانم‌ها فوکس میکنیم که کسایی که خانه‌نشین هستن اونا از خانه براین. ما در جریان است، ما خبر دارم که دوستای ما گزارش به ما تهیه کردن روان کردن که یک تا دختر خانم‌ها تو تکلیف روانی پیدا کنند کنج خانه‌اش رشته. از این خاطر من میگم زیاتر فوکس ما سر از نمینا باشه، کمیا کار کنن و خدا اگه خواست در بار بعدی هم در این بار 150 تا دختر خانم تحت پوشش گرفتیم، با بعدی به 300 نفر ان شاء الله میرسونیم. استاد شما یکی از کادرهای ورزیده کشور ما هستین، سالهای زیاد به معرف کشور کار کردین. همین بنیادی را که شما تأسیس کردین، اگر هموطنای ما فعلا شما را بیننده است میبینه، اگر مورد حمایت قرار بده، شما میتونین این بنیاد چی رقم رشد بدین و چی خدماتی را به این مردم مظلوم افغانستان که متاسفانه اکثریتشان دچار فقر اقتصادی است، کنام برنامه خودکفایی را شما روی دست دارین؟ ما اگر دوستا هم کاری کنن خدا توفیق بده، ما دو پروگرام کلان روی دست دارم. پروگرام اول مهمی که با خانمایی که بی سواد هستن میخوایم کار کنم، کونا دستشان به جیبشان شوه. مثلا پروگرام‌های خیاطی باشه، پروگرام‌های خدمات اولیه باشه، مثلا در بخش تجارت اونا را سپورت کنیم، کار برشون بکشیم. و دیگه در بخش دخترایی که از درس دور ماندن، ما میخوایم که کمک‌های اولیه طبی را برز تدریس کنیم. اگر دوستا هم کاری کنن، میگم حال شرایط خیلی سخت آمده و قبل هم سخت بود، افغانستان خب سخت آمده که دختر خانم‌ها و خانم‌ها طاقت ندارن به پیش دکتر مردانه برن. چقدر خوب میشه که برای کورس سی دایر شوه. اینجا دکتر صاحبا که ما هستن، اینا در خانه خود، در قریه خود، در محل خود اما هم جنسای خود تداوی کن. اگر دوستا هم کاری کن، ما میخوایم که همین دو پروژه کلانی که پیش ما است ما برای سرش کار کردیم، تحقیق هم کردیم و اگر اون رو تطبیق کنیم بهتر میشه به نظر ما به می شرایط افغانستان. استاد بعضی از خانواده‌های ما متاسفانه که دچار اقتصادی هستن، فیس گاهی وقت نمی داشته باشن یا بیکار است پدر و مادر، در این قسمت کمی بگوین برای ما. والا ما به فیس تا امروز کس را قایم نگرفتیم، به خاطر فیس کار نمیکنیم. ما از خون از نیم ملت تغذیه کردیم، درس خواندیم، سرما زحمت کشیدن، مصرف کردن، به داخل خارج سرما درس خواندن. حالا دین ماست که ما بر ازنا درس باید بتیم. اگر فیس میارن خانه پدرشان آباد، نمیارن باز میگیم شون خانه پدرشان دو چند آباد، خدا بتشون باز بیارن به مکتب. استاد من حیث آخرین سوال، اگر انتخابات برگزار شود و یک کسی از استادای دختر خانم بیایه به کرسی شما خدا کاندید کنه، احتمال داره که شما سمتتان به خاطر بسته بودن مکاتب بر از اونها هدیه کنین؟ خدا شاید است ما چندین بار گفتیم شون بیاین خودتان کار کنین، من نمی باشم. و حالا اینجا مدیر مکتب که است خانم است، کلشان بخش خودشان پیش میبرن. اگر در بنیادم بیان من خیلی خوش میشم که اونا پیش برن، چون ما با اونا ایمان دارم اونا میتونن که کار پیش برن. از ما که دختر خانم‌ها هم صادق هستن، هم خوب کار میکنن. این صداقت و شایستگی و لیاقتتان نشان میده استاد. بسیار تشکر. زنده باشی، خوش باشید. بیننده های عزیز، شما گفتگوی ما را با مسئول مکتب خصوصی دیدین. ما کوشش میکنیم همراه شاگردای ممتاز هم صحبت کنیم، همراه استادای خانم هم صحبت کنیم، دختر خانم هم صحبت کنیم. شما چند تصویر ببینین، انشالله دوباره برمیگردیم. باسم تعالی و به نستعین و این من شیء الا یسبح بحمده. به اجازه رئیس صاحب، مدیر صاحبان و استادان محترم، امروز به معرخ 37/402 سرفیلی خیش را با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید به صدای مزباجان آغازگر می شویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک الله خیر. و حالا به صحبت های محترم عبدالرب خطاب رئیس مکتب گوش فرا می دهیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. روز عام شما خوش. توفیق ناجی به شریعت قبول کنین. کمان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته است. عزیزای من انشالله که روز به خیر خوبی آغاز کرده باشین. خدا که روز خوش داشته باشین، درسای خوش داشته باشین. عزیزایم یک ماه دیگه تا امتحانایتان مانده. فقط به شما دو تا گپ دارم امروز. آمادگی به امتحانایتان بگیرین و به کورس‌های زمستانی آماده باشین که بخیر سر از ماه قوس از ما شما مکتب زمستانی ما شروع میشه که صنف آینده تان بخیر در زمستان یک صنف تشریحی می باشه و توضیحی که یک سال پیش آمادگی داشته باشیم. اگر شما چیز امر خدمت نباشه گپ به گفتن نداشته باشین وقت نمیگیرم. اگر دیگه پروگرام دارید پروگرامتون پیش برید. خوش آرام موفق سرفراز باشید. خدا حافظ. تشکر. و حالا از برادرم میهن جان خواهشمندیم تا برای تشریف آورده معلوماتی که درباره مکتب ترون تهیه نموده به خوانش بگیرد. الا آمدنشان تشویق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او د تاسو د لیدونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه میهن نومند د ترون خصوصي ښوونځي اووم ټولګي زده کوونکی یم. تاسو ته غواړم چې د ترون خصوصي ښوونځي په معلومات درکړم. ترون خصوصي ښوونځی په 1990 کال کې تاسیس شو او مدیر صاحب عبداللطیف او عبدالرب خطاب په لاس ونیوه او موږ ته خدمت وکړه او موږ زیات خدمت یې وکړ او موږ زیات دغه کې تشویق کړه. تلویزیونونو ته یې بوتلي وو، سیل علمي ته یې بوتلي وو او همداسې نور کمرې راوستې وې او د کرکټ ټیم یې موږ ته جوړ کړی او زیاته مننه د استاد خطاب او د استاد مدیر له مننه کوم. ستاسو نه ډېره مننه کوم. تشکر از برادرم میهن جان. همکنون در این بخش برنامه از خواهرم مژده جان خواهشمندیم تا برای تشریف آورده پیامی که آماده ساخته به خوانش بگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب مژده سلطانی است، متعلم صنف ششم در مکتب خصوصی متوسطه ترون. یک پیام خاص برای امارت اسلامی دارم. از امارت اسلامی خواهشمندیم تا در مکتب‌ها را برای ما دختر خانم‌ها باز کند تا باشد محضر خدمت به وطن خویش. تشکر از توجهتان. و حالا از خواهرم سهرجان خواهشمندیم تا برای تشریف آورده مقاله که تهیه نموده به خوانش بگیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقاله به افغانستان. افغانستان سرزمین پهناور است. افغانستان دارای واحد اداری امارات بوده
که همه حضور توسط امیر المؤمنین حفظ الله می گردد. افغانستان قلب آسیا بوده که دارای حدود 30 میلیون نفوس می باشد که مستقل از اقوام مختلف چون پشتون ها، تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها و غیره می باشند. الحمدلله نفوس افغانستان 99% مسلمان هستند و پیرو مذهب حنفی و جعفری می باشند. یگانه آرزوی همه همنسلان ما خدمت به سرزمین رنجیده ما می باشد. آرزوی ما هنگام برآورده خواهد شد که امارت اسلامی اجازه تحصیل را به قشر مردم ما بدهد با امید پیروزی همه مردم افغانستان ما. تشکر از و حالا از قاری صاحب استاد سغرا سلطانی خواهش میکنیم با دعای های نیکشان ما را به اجازه به صنف رفتن بدهد. الا آمدنشان نعره تکبیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك رافع الدرجات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.